من اشورمادوف مشریف 66 ساله می باشم. در دهه باستانی سرچشمه ناحیه شوراباد به عالم هستی آمدم و به شعر و شاعری رغبت دارم. چی حاجت ز علم خبرت نیست اگر کار، چی حاجت ز علم خبرت نیست اگر کار، چی حاجت بر بیخردان شعله انوار، چی حاجت بازار بود مسکن روزی خری، ما با جیب تهی رفتن بازار، چی حاجت کم خرج نما معرکه را هموطنی جان، خرجی که همه سازت بسیار، چی حاجت جایی که مناسب نبود بهر زراعت، در مزرعه آن کندن انهار، چی حاجت دعوای شفا از پی تشخیص درست است، نفع ندهد حق چو به بیمار، چی حاجت او را که نصیبش نبود حسن خداداد، او را که نصیبش نبود حسن خداداد، بر گردن او موره و گوشوار، چی حاجت شخصی نکند فرق سیاهی ز سفیدی، بر دوش ورا فوطه و دستار، چی حاجت آنی که ندارد پلسی در تگ پایش، آنی که ندارد پلسی در تگ پایش، ماشین به در آدمی نادار، چی حاجت باره چو نداری بخر کار ترا چیست، باره چو نداری بخر کار ترا چیست، این همهمه و لافی به تکرار، چی حاجت جانم بکنم هدیه هر عارف و عاقل، جانم بکنم هدیه هر عارف و عاقل، هم فکری به هر ناکس بیار، چی حاجت